سلام دوستان عزیز. سلام. مهمون داریم. تازگی همیشه مهمون داریم. آره راست میگه. همیشه ایش مهمون همیشگی هستن. باید تا کمی بلندتر کنم ساعت برسه. آره دوستان عزیز، ما داریم چیکار میکنیم؟ داریم مسافرت. بله. نه مسافرت. نه. ما 6 روز با سر هم کار کردیم و بهمون 3 روز با سر هم آف دادن. بعد دیگه خلاصه جمعه شنبه یک شنبه گفتیم با 2 روزش جمعه شنبهش بزنیم بریم یه جایی، بعد که هم یکم هوا عوض کنیم و هم یکم بچرخیم دیگه. حالا داریم کجا میریم؟ داریم میریم یوریکا سپرینگز توی آرکانزا هستش که حدود 5 ساعت فاصله داره تا اونجا دیگه. داریم میریم اونجا چون بهاره، مثل اینکه دوستاش خیلی تعریف کردن و اینا از یوریکا سپرینگز. دیگه ما هم گفتیم اوکی بریم چه شکلیه. اوکی let's do this guys. چیزی نمونده تا برسیم. آره فکر کنم نوشته 23 دقیقه دیگه میرسیم. برای پوزش. آره خلاصه برنامه‌مون چی شد وقتی رسیدیم؟ اول قرار شد بریم هتل. آره بعدش هم چکین کنیم و از اونجا راه بیافتیم بریم کجا؟ بریم جاهای مختلفی گفتیم. باره کجا گفتیم بریم؟ داونتاون. آخرش گفتیم داونتاون که هوا خنک‌تره که قدم بزنیم. یه سپرینگ گفتیم بریم. آره راست میگه. بریم چطوریه چی داره؟ بریم یکی از سپرینگاش. آره. بعدش هم از اونجا میریم داونتاونش که همونجا احتمالاً یه دینری هم بخوریم. به آره دیگه. که دوستان عزیز ما برنامه همطوری یهو عوض شد و ساین بیور دم رو دیدیم دیگه. گفتیم بریم به سمت بیور لیک و بیور دم. صد بیور لیک. آره دیگه خلاصه ببینیم اینجا چه شکلیه. دیگه تو راه بود دیگه گفتیم اول بریم اینجا رو ببینیم چه شکلیه گایز. اینجا ریورشه، رودخونهشه. اینجا سدشه. کوش. آره اینجاست. این سدشه. و اونجا هم لیکشه. آه کوه. باحاله. قشنگه. آیا قشنگه. این هم ما هستیم در حال پختن. به هوای بسیار خوب. خوب بر کوه اوزار. اینا راست میگه. آره. اینا هم مثل کوه کرمان که نمیمونه ولی کوه هم دیگه. اینا بینا میگن کوه. ما کوه های سابق زمان رو میگیم کوه. خیلی خوب بریم دیگه چی بکنیم. اوکی دوستان عزیز ما آمدیم این طرف لیک و همینطور که نمیدونم مشاهده میکنین یا نه ولی قشنگ سنگ های زیر آب دیده میشه و آب بسیار شفاف هستش، زلال و خودش باحال قشنگه. بله مردم اینجا رفتن تو آب و بوت داره اونجا کوه ها هن. آره اوکی دوستان عزیز دیدیم هتل که شدن کابین ما رسیدیم و 2 تا تخت داره و بهار خانم داریم و تلویزیون و یه یخچال
اونجا هم که مثلا آشپزخونه چه عرض کنم مایکروویو و اینا هستش و اون طرف هم که دستشوییه. آره در کل ما فکر میکردیم بعد برای عکس هایی که توی پرایس لاین بود ما فکر میکردیم بعد بزرگتر و خوشگلتر از این باشه، ولی خب نبود. like always تو پرایس لاین عکس هایش چیز دیگه است و تیم یه چیز دیگه است کلا. ولی خب بد نیست. مثلا ما یه شکی بیشتر نمیخوایم بمونیم دیگه گفتیم حتما هم کابینی داره و اینا باحاله دیگه. آره دیگه حالا ما بریم نمیدونم میخوایم کجا بریم. من بریم اول بلو اسپرینگ بچه‌ها. اول میریم بلو اسپرینگ. اول میریم مثلا یه چشمه‌ای ببینیم. حالا ببینیم چطوری. Let's go بلو اسپرینگ. اوکی دوستان عزیز ما داریم میریم یه دونه اسپرینگ یه دونه چشمه توی اینترنت بعد داریم میریم ببینیم اونجا چه شکلیه. تو اون چشمه‌ای که می‌خواستیم بریم در اصل اون بسته هستن تو مجبوریم یکی دیگه بریم. خیلی کوچیکه این اگر وقت اسپرینگی باشه. ببینیم چه شکلیه. تو هم بالا درخته، اینجا همش درخته، خیلی باحاله. همه جاش درخت سرسبز، کوهی و دره‌ای و تمام جاداش هم پیشتر پیچیه. بچه نها کنین اینجا این چقدر سرسبز و صخره‌ای و باحاله. خدایش خیلی باحاله. خیلی خوب ببینین واو درخت‌ها رو. او مای گاد. اوکی بعد ببینیم پایین لوکس لایک من نمیدونم فلش رو یکی دیگه بچه‌ها فلش رو من روشن کنم یکی دیگه روشن کنه ما ببینیم چه شکلی. I got you. I got the بکنم تو بگیری بار. اوه چقدر خنکه. آقا چقدر ترسناکه. وای چقدر مگس داره. اوکی بیا نوبه. اوه اینجا میان دعا میکنن. Am I right? Yeah, I'm alright. نه I'm pretty good. نه اونطور نمیگم. میگم am I right? میان اینجا من فکر کنم میان اینجا دعا میکنن. آقا من فکر کنم اینجا اصلا مال نه مال شیطان پرستای شاید. آقا اینجا خیلی ترسناکه. اسپرینگ نمیدونم آبش کجا. ها این آبی که اینجا داره میریزه اینه. اینو اصلا تو درخت تو دیوار اونجا داره میاد اسم اسپرینگه. آره بابا کجا اسپرینگه؟ فاک نوشته اینجا گروت اسپرینگ به همینه. کش تو اینا خیسن. Like kind of over there. همینه. اوکی بچه از توی سوراخ آب چشمه میامد بیرون اونم چاشه میریخته توی چاه. آفرین. چرا الان از توش خیس هم هستش نه؟ آره آب میاد ها داره آب می اوه قلقل دا کرد بابا که قلقلی کرد به خدا نمیست که داشتم تو میبینم نه یه خورده میاد توش بری. آره آبش گریه. اوکی در ساعت تو این میاسی. آفرین فهمیدید. ما میگیم بابا اونه اینه لوکسه که بالا هم چراغ داشته البته خب دیده نمیشه. آره ولی خب سوخته و اینجا جا شم گذاشتن و اینجا هم خاکه دیگه اسپرینگو قحطی شده و ترکیده. اینجا خیلی خنکه چون هوا گرمه. دونه اوکی بچه‌ها بریم اسپرینگ بعدی. بریم اسپرینگ بعدی. Let's do this. که دوستان عزیز رسیدیم به بعدی مگنتیک اسپرینگ. یک عدد شیر اینجا وجود داره. حالا ما نمیدونیم چطوریه. اسپرینگش من میده. من مید اسپرینگ. شهر آب از آب شهر. اوه بچه من صدا میشنم. نه بیا. آره چقدر. that's pretty. Oh my god خیلی باحاله. آخ عزیزان. For drinking is not safe. اوکی. آله. No, it is actually really pretty. اوکی نه از این که اسپرینگ وای چقدر موهای من بد شده. آخه میدونی آینه نیست دیگه. آره خیلی خوب. آره دیگه از این اسپرینگ بسیار زیبا و قشنگ. آبش هم میگن خنکه. آره خیلی
اوکی بسم الله. اوکی دوستان عزیز، ما دیگه احتمالاً بعد از این بریم نوش جان کنیم تا گشتمونه و دیگه داونتاونش هم میگن خیلی قشنگ و چارمینگ و اینا، اون داونتاونش هم بریم ببینیم. فعلا که بچه میمونیم دومه تو رستوران. Yes. 3. هی اومدیم رستوران اینجا، اسم رستورانش هم بلکونی رستوران. اوکی بچه ما اومدیم رستوران بلکون و اینجا نشستیم. اینجا این پایینش داونتاونه. نمیدونم چقدر صدا منو میشنن چون اینجا آهنگ دارن میخونن در این شکلی. آره اینم داونتاون. اینجا بچه ها نشستیم. اینم من بریم بخوریم. اوکی بچه ها غذا آمد، غذاهای رنگ و رنگ، خوشبو و خوشمزه. بله فیش اند چیپس دیگه، برگر، یه برگر دیگه، یه برگر دیگه. آره حالا شاید دارین از خودتون میپرسین چرا 4 تا غذا 3 نفر آدم. آره بخاطری که ما خیلی جوگیریم، خیکی هستیم دیگه درچی. آره دیگه ایمان بهار خانم سلام، آدم خانم بریم بخوریم دیگه. Good morning guys. دیگه امروز روز دوم از مسافرتمونه و ما دیشب که غذا خوردیم دیگه به فنا رفتیم چون خیلی غذا خوردیم و دیگه رفتیم خونه تو هتل اینجا خوابیدیم دیگه. یه استراحت کردیم خوابیدیم دیگه. حالا الان برنامه این بود که اول بریم یه اسپرینگ که دیروز بسته بود، زودی بسته بودن، ولی خب یهو دوباره نظر عوض شد. اینجا یه چرچی دیدیم، کلیسایی دیدیم که حالا یکی از چیز میزای اترکشن هاشه، توریست اترکشن هاشه. جاش که خیلی قشنگی خدایش، همه درخت و کوه ها. راست خیلی باحاله. نگاه کنین اینقدر چیزه حالت جنگلی داره، همه جا چیزی در اومده. خیلی باحاله. آره ببینید همه جاش با شیشه است و اینطوریه. ببینید چه خوشگله، باحاله. بهش میگم فورستیه، درسته؟ برای چیش میگم فورست چپل I think اشتباه نکنم. something like that. آره دیگه. اوکی بچه های عزیز، ما آمدیم توی کلیسا. نمیدونم صدای منو میشنوین یا نه ولی خیلی باحاله توشه. اوکی گایز ما آمدیم بلو سپرینگ هریتیج سنتر. بعد ببینیم چیه، یه چشم دیگه آمدیم ببینیم اینجا چه شکلیه. باید بریم اول پولاشونو بدیم ببینیم چطوریه. پولاشونو بدیم. اوکی بچه ها دیگه ما آمدیم داخل و نفری حالا بود $18 شد دیگه. حالا بریم ببینیم چطوریه سپرینگ اینجا. نمیشه از این طرف سپرینگ میره، از این طرف وودلند گاردنز. تا سپرینگش ببینیم.
دوستان عزیز، ما از اون بلو سپرینگ هریتیج سنتر آمدیم بیرون که اون چشمه و اینا رو داشت و دیگه دیدین که یه طرفش چشمه بود، اون طرفش هم جنگل و اینا، خودش خیلی قشنگ داره دیگه. حالا الان داریم میریم یه لیکی اسمش لیدروود سو بریم ببینیم او چه شکلیه دیگه. همین ما فعلا از ما هیچی نخوردیم و بعدش بریم یه سیب بخوریم و بیا شام اسراف نکنیم گایز. اوکی دوستان عزیز، ما اومدیم همون لیکی که بهتون گفتیم. بعد بزنیم آره خوشگله. Oh, that's so pretty. Hi. Beautiful. آره نها کنید این شکلیه. Okay, perfect, yo. اینجا هم یه سری چیز داره ببینیم. یه چیز هم خوبه ها. آره آفرین یعنی میگی. دوستان عزیز ما اومدیم رستوران چینی. این جنرال چیکن گرفتیم، اورنج چیکن گرفتیم و سوشی ها. آره وایبش هم چاینیز تینگیه. آره ببینه خلاصه خیلی خوب ما بخوریم چه دیگه داریم میمیریم از گشنگی. آره دیگه دوستان عزیز دیبنش میریم چیکار بکنیم فعلا. اوکی دوستان عزیز ما اومدیم کیف. حالا کیفیه که بار بریم چطوری اینجا پایین. دیگه رفتیم یه آیسکریم گرفتیم خوردیم و الان دیگه داریم برمیگردیم ویچیتا. دوستان عزیز نظرتون آخوام بپرسم راجع به مسافرت و شهر، یعنی نه مسافرت، شهر یوریکا اسپرینگز نظرتون چیه باید؟ به نظرم قشنگ بود. آره قشنگ بود. بعد یه خورده ای اگه بخوایم مقایسهش بکنیم با لیک آف د اوزارکس یا برانسون، من اونا رو بیشتر خوشم آمد. آره برانسون فکر کنم همشون بیشتر خوشم میاد. خورده ای حال
حالت شهری هم داره، هم قشنگی طبیعی تیجر داره، هم حالت شهری داره. آره بعد یه خوردی هم برام سخت بود رستوران هیچ پیدا بکنیم بریم غذا بخوریم. آره همه رستورانش لوکاله، ما نمیدونستیم که مثلا کدومه بهترن و چجوری هن. آره چینی نداره اینجا مثلا آفرین رستورانی که مثلا میشناسی اونجا اینو چینی نداره. ما که بهار تو چی بیایی واسه؟ من بارا بیایی واسه؟ من واقعا خوشم اومد. I really liked it. و از بچه ها تشکر میکنم که منو با خودشان آوردند. من خودم بزرگ هستم تا بیام ولی خب با اونا بیشتر خوش میگذره. I loved it. Thank you. Oh nice. So یه چیزی وایت ریور بود. آره خونی یکی پایین بود. آره نمیشد بریم. نمیشد. خب نظر تو در مورد اینجا فقط قشنگ بود کلا. قشنگ بود. عالیه. قشنگ آره. دریمی بهشت. آره نظر منم قشنگ بود خودش. یه سری جاهاش منو یاد کلرادو مینداخت. مثلا بیشتر پیچی ها مثلا کوهی ها اینا داشت. یه سری جاهاش یاد برانسون و لیک آف دی اوزارز. در کل آره من لحاظ شهری و اینا بخوام حساب کنم برانسون رو قشنگ بیشتر دوست دارم. البته ما خیلی اینجا نبودیم خدایش، مثلا یه روز و نیم بودیم. نه اکچولی آره تقریبا مثلا کمتر یه روز و نیم شد. پس یعنی خیلی نتونستیم چیز کنیم ولی اونجایی که گشتیم اونجا به نظرم قشنگ‌تر بود. نظر من اینجا خیلی قشنگ بود خدایش. طبیعتش میگم یه سری جاش که خیلی هیلی و اینا بود مثل کلرادو، یه سری جاش هم مثل همون لیک آف دی اوزارز و برانسونه. آره در کل باحال بود، مسافت خوبی بود. مرسی که تا اینجا ویدیو نگاه کردین. انشالله که شما خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. دوستون داریم. فعلا تا ولاگ بعدی. خداحافظ. خدا نگهدار.